سلام بچه، با یه ویدیو دیگه خوشحالتون کنیم. اینجا گاراژ مایکل، خفن‌ترین گاراژ. چهار تا ماشین داریم اینجا. مایکل 4 تا ماشین داره. اولیش ماشین سبز و سیاه و سرعتی، بهترین ماشینش با سرعتی فلش از جت بیشتر. دومیش رنگش همون شکلی، همون سه رنگ. اینم بهترین و خفن‌ترین ماشین روی زمینه. و سلطان تمام ماشینا که همه ماشینا میذاره پشت سر لوگو و شاسی بلندی که نمیدونید چجوری سرعت میگیره. محشره. خب بچه، ما در مورد این 4 تا ماشین میخوام براتون توضیح بدیم. این 4 تا ماشین بهترین ماشینا هستند. من با پولی که گیرم اومد این 4 تا ماشین رو به جوری ارتقا دادم که هیچکی نمیتونه باور کنه. خب بچه ها وایسید تا من در مورد این 4 تا ماشین براتون توضیح بدم فعلا. خب بچه ها، اولی ماشین، یکی از بهترین ماشینا. بریم برای دومی ماشین. میخوایم ماشین رو ببریم توی پارکینگ اولیشه. بریم برای دومی ماشین. ماشین فوق‌العاده و شگفت‌انگیز. خودتون نمیدونید این چه ماشینه. اگه میدونستید اینجوری در مورد بهترین خفن‌ترین ماشین لاس وگاس این ماشین. شما نمیدونید این ماشین چقدر دوام میاره. پرسرعت ترین ماشین و خفن ترین ماشین. سلطان ماشین بازی به خودم میگم. میخوایم کلی کار کنیم. این ماشین یه دونه از خصوصیات برترش اینه که وقتی بخوای سرعت بگیری میگیری، ولی وقتی نخوای نمیتونی بگیری. این ماشین خود به خوده. اگه خودش بخواد سرعت میگیره از جت بیشتر. شما هنوز در مورد این ماشین خیلی مونده تا بدونید. یکی از بهترین ماشین هاست. توصیه میکنم این ماشین در پارکینگ خود داشته باشید. چه ماشین خفنی. شما همچین ماشین تا حالا تو عمرتون ندیدید، ولی تو جی تی آی وی دیدید. ماشین شگفت زده و فوق‌العاده. یکی از بهترین ماشین ها. سرعت یعنی نهایت خاموشی. Good people, bad people,
بچه ها این ماشین سلطان همه ماشین ها، شگفت انگیزترین ماشین همینه. شما نمیدونید این ماشین عالیه، فکر نمیکنید این ماشین چقدر خوبه. خب بچه ها پارکینگ اون اینجاست، خواهیم بریم پیش پارکینگمون، بریم ماشین سومو ببینیم. خب میخوایم بریم برای ماشین سوم. آیا ماشین سوم چی خواهد؟ خب برای ماشین سوم میریم. یکی از ماشین های خفن روی زمین که براتون توضیح داده بودم، این برتری داره برای همه ماشین های روی جهان. این ماشین بر همه ماشین برتری داره، یعنی حکم شاه بر تمام ماشین های روی زمین داره. سرعت بگیر ماشین، یک ترمز بریم برای ماشین چهارم. بریم برای ماشین چهارم. خودش خود به خود میره تو. خب و آخرین ماشین و بهترین ماشین، شاسی بلنده ویوزبی. بریم که سوار این ماشین فوق العاده شگفت انگیز بشیم. They gon' say I went pop, until a nigga play with me and he get popped. این ماشین بهترین ماشین برترین ماشین عشقم. آرزو من بودم که یه روز باهات برم. شما در مورد این ماشین هیچی نمیدونید، ولی من همه این چیزا چی میدونم. براتون در ویدیوی بعدی حتما میذارم، مطمئن باشید. اگه ویدیوی بعدی نشد ویدیوی بعدیش حتما میشه. بچه ها ما میخوایم بریم به گاراژ. داشتم براتون میگفتم بچه ها خفن ترین ماشین اگه بخواد سرعت بگیره خودش هیچ وقت فاش نمیکنه. بریم برای ماشین بعدی. بریم برای ماشین بعدی. بچه ها ماشین بعدی وجود نداره در پارت بعدی. ماشین بعدی براتون گذاشته میشه، یعنی دو ماشین بعدی که در خونه مایکل داره خفن میمونن و تمام. بچه ها با این 4 ماشین خفن و خوشگل خداحافظی کنید. خدا حافظ طرفدار خفن من.